مولا عزیز، یک موی سفید میگوید وقتی نماز جمعه را خوانی بعد از آن پیشین را باید خوانی. التماس با همین ثواب جواب گردانید بابای حاجی میرزا. البته ما ایمانی به موی سفید نه آوردیم، ایمانی به داملا و به شیخ نه آوردیم، ما ایمانی به کتاب آوردیم. ما آن چیزی را که در کتاب میبینیم، آن چیزی را که در قرآن و در احادیث های رسول اکرم میبینیم، ما ایمانی به وی آوردیم. از این خاطر هر جایی که نماز جمعه را خواندین دیگر پیشین شما نخوانید. در یک وقت خدا یک نماز فرض گردانیده است، بالای بندگانش هیچ وقت پروردگار مشقت آوردنی نیست. و اگر شما در نماز جمعتان شک داشته باشین، نه جمعت درست می شود نه پیشین درست می شود. از این خاطر همون جمعتان خوانیم بس است و کفایت میکند. دیگر اعاده به نمازهای گویم که پیشینی گویم چی یک نامش میگذارند، دیگر به اونها شما هیچ وقت نه اعتقاد کنید نه اداش کنید. پیشینی احتیاطی میگویم، نه این احتیاطی گفتگی نماز در اسلام کلا وجود ندارد. خدا رحمت کند عزیزان ما و شما را اگرچه در بعض مسئله آورده باشدم، لیکن اینا پایه ها و اساس های دینی ندارند. به این خاطر جمعتان برای شما بسنده است. همون در اعتقاد کنید، همون در انشاءالله اخلاص بندین، خداوند وی از شما قبول میگرداند. السلام اکای داملا، بسیارتر درباره تازگی سخنگویی خواهش میکنم. درباره تازگی ما خیلی صحبت‌های زیاد داشتیم. اگر خود تعریفی هم نشود باور کنید اکثر صحبت‌های ما عبارت از تازگی است. همیشه من شما را به سوی تازگی میخوانم، من نه بلکه اسلام ما، دین ما، خدای ما و شما را همیشه به سوی تازگی میخوانم. برای همین دادرای عزیز، همیشه وقتی که شما خاص برای مسجد می آیین، شما باید لباس مخصوص برای نماز جمعه داشته باشید. شما لباس مخصوص داشته باشید. لباس های روز جمعه شما باید از لباس های دیگر روزهایتان فرق کننده باشد. روز جمعه باید روز عید برای شما باشد، روز تازگی باشد. شما بدنهاتان را صابونشوی کنید، عطرها را در بدنهاتان استفاده برید تا هر چیزی نادرکاری هست از بدنهاتان دور سازید و با یک وقت خوش شما قدم زمان به سوی جمعه آیید. و هر لباسی که از شما چرکین باشد، بدبوی باشد، یقین دانید که در نماز شما دیگر ثواب باقی نمیماند. برای همیشه چی موی سفید باشین چی جوان باشین، تازگی به گردن همه شما فرض است. حتی که شما می توانید دادرای عزیز روز سنیتری، چگونه‌ای که در حکومتداری ها یک روز سنیتری اعلان میکنند، شما حتی در خانه هاتان روز سنیتری اعلان کنید. خانه ها باید که یک روز مخصوص روز سنیتری باشد که کل آن چیزی که در خانه ها دارین همگیش باید تازه کرده شود. خیلی جای عیب است. من یک بیگاه بین عصر شام اینجا دایی ما موعظه داریم، یک بیگاه باور کن ایراد نگرفتم، بلکه طعنه هم نکردم، بلکه گویم من تحقیرم نکردم، بلکه اینقدر گفتم که در خانه های می نشینیم، باور که بالیشت هایی که برای ما میارن، بالیشت ها داغ های کلان کلان دارن، یا آب دهان است یا پیشاب مثال فرزندش است یا کسی نباشد. این از خانه آدم مسلمان. حالا که خانه های ما و شما باید بوی گل کنند، خانه های ما و شما باید بوی نداشته باشند. در خانه آدم مسلمان باید گرد و خاک و چیر باید وجود نداشته باشد. این چگونه مسلمانی است؟ همین مسلمانی فقط همین 5 وقت نماز خواندن و خلاص؟ نه، در برابر این باید خانه ها من تازه باشد، بدن ها من باید تازه باشد، جای خواب و حتی پیاله و چاینک هایی که شما استفاده میبرید باید تازه باشد. در وقتش کمپرهای گویم مادرهای حکایه میکنن که وقتی یک خانه ما خواستگار میرفتیم، خواستگاری میرفتیم، برای که دختری اون خانه را ما برای خود کلین انتخاب کنیم، حتی وقتی همون چاینک و چینی و آن ظرفایی که برای استفاده در دسترخوان ما می آوردن، از همان ما خلاصه می برآوردیم.
که در این خانه دختر چی طبیعت داره و مثال چگونه نازکی دارد. برای همین شما در خانه هاتون حتی روز سنیتری اعلام کنید، در مسجد هاتون روز سنیتری اعلام کنید. مسجد باید تازه باشد، مسجد باید گرد نداشته باشد. باور که بعد مسجد ها میره در کرپچه می نشینن که باید در پشت خر می پرتن. باور کنید کرپچه ها دریدگی، پخته ها بیرون کردگی و چگونه انصاف است. و در خانه تو نمیگذاری کرپچه دریدگی را. چرا در مسجد تو روا میبینی؟ مسجد تو خانه همه مسلمان ها، خانه خدا است و تعظیم دارد و احترام دارد. امروز خوشبویا برآمد است، مرحمت اینا در بیرون ها سودا میشود. و یا پچکه و یا بخر برد در مسجد بگذار، هر روز یک تیمور دود میدی داخل مسجد بوی خوش پیدا میکنه، ثواب میگیری. یا 3 سوم 5 سوم ادیکالونا میفروشند، همون ادیکالونا را گرفته در بالای جای نمازاتون شپین وای بی نماز نمیکند وای ثواب میگیرید. از روی که بوی بدن میکند، بوی عرق میکند، بوی جوراب میکند، بوی ادیکالون، بوی دوخی کند، چی جای ضرر شد؟ 4 من سنن المرسلین، حبیب خدا میگه 4 چیز از سنت من بود. یک تشتی بود و تعطر، عطر زدن بود. امروز بعضی ها میگن عطر نزدی ملائکه از بدن دور میشود، سپیر دارد، هیچی دور نمیشود. تمام جسم انسان، تمام آنچه که در روی دنیا است همش سپیر دارد. نان میخوری سپیر دارد، چرا نان میخوری؟ لباسای میپوشی همش سپیر دارد، پای افضلای میپوشی همش سپیر دارد. اینا به اسپیرت نمیتوانن ایستادن. اسپیرت این چیزی نوشاکی نیست، اگرچه بعضی به عقل ها امروز باید نوشاکی استفاده میبرن، وای دوایی است، وای برای نوشاکی نیست. برای همین شما میتوانید مسجدهاتون در روزهای سنیتری اعلام کنید، مسجدهاتون تازه کنید، خانه هاتون تازه کنید. لیکن در مسجد آمدین لباس های تازه قطعی بیایید. بدن شما بوی ادیکالون و بوی دوخی کند، جورابای شما باید بدبوی نباشد. از پهلوی شما بودگی برادرها راحت کنند، استفاده برند. برای این همیشه از شما خواهش دارم که تازگی وقتی این برادر از ما خواهش کردن، ما همیشه درباره تازگی گپ میزنیم. برادرای عزیز و گرامی، این ساعتی که ما نشستیم خودش ساعت تربیوی است، ساعت پند و نصیحت است. شما حتی بعض در ناخونات نگاه کنین، ناخوناتون دیدن نمیتونین، پیرید پر از چرک است، ناخوناتون دویدگی است. الان که سنت همین است، هر هفته باید شما ناخونهاتون تازه کنید. برای چی امروز در طبقه‌های بعضی از ما و شما نشسته نمیشد؟ برای درس‌های شما پر از میکروب است. اینا باید نباشد در ما و شما. اینا در اهمیت دهید. این از معنای تازگی. در باب لباس هم، در باب لباس یک چیز دیگر گفتنیم. دیروز بابای حاجی سید احمد هم از زمین مسجد ما بچه‌شم خدا نگه دارد یک خیر کردن که در حق پدر و مادرمون دعا کنید. خودش هم دینا قریب 10 ساله آوردن برای موسیقیدای همین جمعیت ما. امروز ببین اکثر موسیقیدا ساله ندارن. و دیگر مطلعی چی استادین؟ شما لباسون ساله های، لباسون ریش های، لباسون جیلک های. دیگر برای شما بیریشی، کستون و بروک، گلستروک بستن تمام شد، دورتون گذشت. یک دوران داشتیم گذشت رفت تمام. امروز زمانی آمده است در 60 و در 70 در آمدی، دیگر مطلی چی را نگاه داری؟ چی منتظری؟ سلط بالای سرت کن، جیلت تا بپوش، ریش تا کشال کن، ریشی ما وری نگذار، ریش یک مشت ریش گذار. این است لباس هر یک شما. با این گونه لباس ها شما جمعه بیایید. او خدا رحمت کند حافظ شیرازی را برای چی شما را گفت؟ چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. پیر کشیدی تمام، دیگر از میکده بیرون شد، دیگر قوت میکده را نداری. خدا رحمت کند ابو عبدالله رودکی را وقت در ادبیات میخوانده مکتب ده، در همون مصرعهای شعری ادبیات دوره همون ادبیات تاجیک بود، همون چنان نویسندگی بود که ریخت دندانهای صد چون پیر شد، ترک مردم کرد و سرگین گیر شد. این چه معنای کلام دارد؟ اگرچه من شاید معنا کنم یک یگان موی سفید از من میرنجند، لیکن معنا نمیکنم.
فقط این قدر میگویم که تمام یک دوره بود، من شما را ناامید نمیکنم، فقط پیر شدین، ما هم یک زمان دیگه با پیر میشیم. دوران آدمای موی سفید گذشت، باید که لباس های خاصه خودتان داشته باشه. حبیب خدا گفت بدترین موی سفید همون موی سفیدی هست که خودش را به جوان تشبیه میدهد. بدترین موی سفید است، بین از جمله بدترین موی سفید ها نشوید. خدا رحمت کنه حضرت ابوبکر صدیق، روز قیامت تمام موی سفید های امت پیغمبر در زیر بیرق ابوبکر صدیق اند. وای چی میگو سه چیز را به سه چیز دریافت کردن نمیشود. انسان دولت و ثروت به میل خواهش پیدا کردن نمیتواند. خواهش داری که بایشم، به خواهش خدا تو را بای نمیکنه تا اگر در تقدیرت بایی را نکشیده باشد. دوم حضرت گفتند و شاب بالخضر. ببین دوم آدم برنگ و بار جوانی را دریافت کردن نمیتواند. این اگر آدم موی سفید 60 ساله و 70 ساله ریش تراش، کستون و برو پوش، توفلی بپوش، باور که ره بگرد، ره از جوان مرد فرق میکنه. ره گردید که دیگر ره. همون گویم که سختی چهره تا تماشا کن، 1000 جینجک در رود پیدا شدن. این ریش بهبودیش همین است که همون با چهره تا خوشروی میکنه، زیبا میکنه، همه کمبودیات هم میپوشاند. برای همین موی سفیدای عزیز همچون یک پدر هستی شما، من همه شما را به خدا قسم دوست میدارم، از روی دوستداری میگویم، احترام تان میکنم. فقط همین خواهش من همین است که سله ها در سر گذارید، ریش های یک مشته گذارید، این تایی ریش های کندکی که میگن این تایی ریش نگذارید. بله اینجا در ما یک وعده کرده بودیم در باب حضرت خیزر، فراموش کردیم. اینجا برادر حاجی هم خدا برکت شدید ما را به یاد من آورد. الحال من میخواستم قصه حضرت از قرآن برای شما بیان کنم، از یادم رفت. برادرای عزیز این سخنهای ما سخت نرسد، هرچی گفتیم از برای خدا گفتیم، هرچی گفتیم سخن خدا را گفتیم، سخن پیغمبری خدا را گفتیم. درباره خیزر من گفتم برای شما، یک برادر از ما پرسان کرده بود که برای ما خیزر شناس کن، خیزر کی هست؟ ما گفتیم که وای نام اصلش بلیا بود و قصه او را در سوره کهف پروردگار ذکر میکنه.